رفقا سلام. دیروز از فک زدنهای شیخ احمد جنتی تو جمعه بازار نظام گفتیم و خط نشون کشیدناش برای اکبر کوسه. حالا ببینید چه بکشی تو نظام ولایته که فردای همون روز خود شیخ فری میاد تو معرکه و جواب علیگدا رو اینجوری میده. ما در یک دنیای آزادی که تک صدایی نیست و صداهای مختلف را میشنویم و گوش فرا میدهیم، اما قدرت گزینش بهترین ها را داریم و خواهیم داشت. دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام می کند که قدرت ما در سایه منطق ماست، قدرت ما در سایه توان مذاکره ماست، قدرت ما در سایه گفتمان جدید ماست. ما قدرت ما را در زور بازو نمی بینیم، ما قدرتمان را در سلاح و اسلحه نمی بینیم. دوستان این حسن کلیتساز داره این حرفا رو تو جایی میزنه که سالهای سال کار صادرات تروریست به کشورهای منطقه بوده. یعنی شیخ فری به فرمونده اکبر کوسه مته زهرآلود رو برداشته و داره کشتی منطقه‌ای ولایت سوراخ میکنه. یعنی داره با زبون بی زبونی میگه آقا شاخمون شکسته، کشتیمون به گل نشسته، قدنامه دست و بالمون رو بسته. اسلام شمشیر دارد، اما جز در ضرورت از این شمشیر استفاده نمی کند. شمشیر در نیام می ماند. با منطق و استدلال با جهان و با دنیا حرف می زند و سخن می گوید. ما هلال شیعه نداریم، ما قمر اسلام داریم، ما بدر اسلام داریم. بابا دیگه چی؟ بفرمایید. طق هلال شیعی هم در اومد. البته خونه نشینی ملا از زهرخوریه، مگر نه اگه پاش بیفته همین شیخ فری بمبای چسبنده رو دستش میگیره و پا برهنه میبره به عراق و سوریه. بله، همه این شاخ به شاخ شدن ها واسه خاطر همون گرددواییه که بالا تا پایین نظامو گرفته. از یه طرف شیخ فری میگه شمشیر در نیام میماند، از طرف دیگه جنتی میگه. مسئله دیگه بیانات روز عید فطر مقام معظم رهبری بسیار بسیار مثل بیانات دیگه شافی و کافی بود و ایشون فرمودند خلاصی که مواضع ما در مقابل آمریکا فرقی نکرده و نمیکنه، ربطی به این مسئله هسته‌ای نداره. ما ضد استکباریم، ما حامی مستضعفینیم. از یه طرفم مام جواد ظریف دوره میفته تو کشورهای منطقه و شروع میکنه به موس کردن که همه مشکلاتو باید سیاسی حل کرد. چه شود؟ مشکلات منطقه ما تنها از طریق سیاسی قابل حله. از طرف دیگه به ناگهان خبرگزاری‌ها با خبری مثل این مواجه میشن. وزارت کشور بحرین اعلام کرد 5 تروریست مرتبط با انفجارهای 25 فوریه را دستگیر کرده. تحقیقات و اعتراف‌های دستگیر شدگان حکایت از آن دارد که آنها به لحاظ تشکیلاتی با سپاه پاسداران ایران در ارتباط هستند. دعوا سر 2 تا خطه. یکی میگه شل بگیریم که سونامی نبرتمون، یکی میگه صفر بگیریم که بمونیم. جفتشون ولمطلن. طرف اصلی این ور خطه، طرف اصلی 70 میلیون ایرانی محارب و ضد ولایت فقیه‌اند که میخوان آخوندا رو با خط و خطوطشون خط خطی کنن.